سلام خدمت همه همراهان همراه مکانیک. تو این ویدیو میخوایم راهنمایی‌های لازم برای خرید بنز CD20 کد W205 رو خدمت شما ارائه بدیم. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. در مورد معرفی اجمالی بنز CD20 کد W205 باید بگیم که بنز CD20 از خودروهای کلاس C شرکت مرسدس بنز و یک خودروی سواری بسیار زیبا و لوکس شهریه که وارد کنندش شرکت ستاره ایرانی. کلاس C شرکت مرسدس بنز از سدان‌های شناخته شده خودروسازی آلمانه و نخستین اعضای این کلاس 25 سال سن دارند. مرسدس CD20 یکی از معدود محصولات کلاس C مرسدس بنز که به طور قابل توجهی با نسل‌های مختلفش تو بازار خودروی ایران حاضره. این خودرو از لحاظ طراحی داخلی، خارجی و بدنش از بقیه خودروهای تولید این کلاس فاصله گرفته و تا حدودی به مدل سال 2014 سری S مرسدس بنز شبیه شده. مشخصات فنی بنز CD20 جایگاه اون رو فراتر از یک خودروی شهری قرار داده و به دلیل آپشن‌های فراوان و برخی خصوصیات اسپورتش اغراق نیست که اگه اونا تو دسته خودروهای لوکس و حتی اسپورت هم قرار بدیم. اگه طراحی ظاهری بنز CD20 کد W205 رو بررسی کنیم، می‌بینیم که طراحی خطی چراغ‌های جلوی این خودرو حالتی جدی و جذاب به چهره این خودرو داده و یه جلو پنجره مدرن و جذاب ظاهر این خودرو رو زیبا کرده. تنها ایرادی که خصوصاً بنز بازهای حرفه‌ای بر طراحی این خودرو میگیرن، شباهت فراوان سری‌های جدید C، E و S به همدیگه است. نمای عقب این خودرو نسبتاً پهنه که باعث شده خودرو از عقب بسیار زیبا باشه. نوع طراحی و قرارگیری چراغ‌های عقب هم بسیار مناسبه. نمای داخلی مرسدس بنز CD20 شباهت زیادی به خودروهای سری E و S داره. کلیدها و سوئیچ‌های روی فرمان و کنسول زیبایی خاصی رو انتقال میده و نوع طراحی داشبورد و فضای داخل کابینش احساس نشستن تو کابین یک هواپیمای مدرن رو القا میکنه و این حس با وجود نمایشگر 8.8 اینچی در جلوی خودرو تکمیل میشه. مجموع این ویژگی‌ها باعث شدن این خودرو فروش خوبی داشته باشه. در خصوص مشخصات فنی و کاربردی بنز CD20 کد W205 باید بگیم که این خودرو مجهز به موتور 4 سیلندر 16 سوپاپه و گنجایش 1991 cc هست. توان موتورش 184 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه، گشتاور 300 نیوتن متر و گیربکسش 7 سرعته اتوماتیک تیپترونیکه. نوع استیشن، کروک و کوپه این خودرو هم در بازار جهانی در دسترسه. شتاب 0 تا 100ش 7.3 ثانیه و حداکثر سرعتش حدود 237 کیلومتر در ساعته. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو حدود 5.6 لیتره که در شرایط ترافیکی ایران این مقدار حدود 1 لیتر افزایش داره. به بخش جذاب امکانات و ویژگی‌های این خودرو رسیدیم. خودروهای مرسدس بنز معمولاً با ویژگی‌هایی مثل خوش‌ساخت بودن، راحتی، امنیت بالا و آپشن‌های زیاد و متنوع شناخته میشن. در ادامه بخشی از این آپشن‌ها رو با هم مرور می‌کنیم. سیستم صوتی پیشرفته، 9 کیسه هوا، سیستم پارک خودکار، سیستم ترمز بسیار مجهز، قابلیت 5 حالت رانندگی، سیستم تهویه مطبوع دوگانه، حافظه برای تنظیم صندلی‌های جلو، GPS، سیستم ایمنی و تکنولوژی کمکی فعال نگهدارنده، رادار نقطه کور، رادار بین خطوط، رادار تصادف، گرمکنه صندلی‌های جلو، سنسورهای جلو و عقب و دوربین 360 درجه، چراغ‌های عقب LED، تکنولوژی نشان دهنده باد لاستیک‌ها، سیستم نور و باران، سیستم تشخیص دهنده حضور سرنشین جلو، کروز کنترل، سیستم تشخیص هوای نامناسب در محیط‌های بسته، اهرم دنده در پشت فرمان همانند سری E و S، هدآپ دیسپلی و چوبکاری با کیفیت داخل کابین. برای جمع‌بندی بررسی بنز CD20 باید بگیم که اگه قصد خرید یک خودروی لوکس با امکاناتی فوق‌العاده، سیستم ایمنی بسیار قوی، ظاهری جذاب، قدرت موتور خوب و کیفیت ساخت بسیار بالا دارین، مرسدس بنز CD20 کد W205 گزینه مناسبیه. ممنون که تو این ویدیو همراه ما بودین. نظرات و سوالات خودتون رو برامون کامنت کنید.